در دوران صاحب استقلالی مملکت برای رشد ساحه صاحبکاری شرایط مساعد فراهم آورده شد. با اقدام حکومت کشور چندین لایحه‌ها و برنامه‌های دولتی برای انکشاف بخش خصوصی و دستگیری صاحبکاری خرد راه اندازی کرده شدند. با بنیاد راه بین المللی دوشنبه کلوب خاروق مرغاب قلمه در ولایت مختار کوهستان و بدخشان برای رشد ساحه صاحبکاری شرایط‌ها بهتر می‌گردیدند و شخصان روزگار دیده و صاحب تجربه را وادار می‌نمود که برای بهتر نمودن شرایط زندگی خود و دیگر مردم اقدام‌های سنجیده گذارند. اساساً در شرایط تنگ سالهای 90 زنان زحمت عائله را بر دوش داشتند و شاید از این رو باشد که بیشتر زنان به صاحبکاری مشغول گردیدند. زنی که شغل داروسازی داشت با دستگیری امکانات مناسبت‌های اقتصادی با جمهوری چین به این مملکت سفر می‌کند. در چین او از شرایط‌های حیات عام مردم متأثر گردیده برای مهیا کردن چنین امکانات برای مردم بدخشان از شغل داروسازی رو تافته به صاحبکاری کمر می‌بندد. شفا وطنشوی و صاحب کارزن حالا صاحب یک طربخانه زیبا، سیخ کلان در و تریزه پلاستیکی و داروخانه خرد در بیمارخانه شهر خاروق می باشد. از اختصاص خودم کمتر فراموش کرده به صاحبکاری گذاشتم. اولا ما سال 2005 در میکرورایون خاروق بولو سیخ کارکردی در تریزه پلاستیکی کشودیم که در آنجا شوهرم سرور می باشد. تا حاضر اشیاء خام را از خطای برای تیار کردن در تریزه پلاستیکی آورده ایستاده ایم. فعالیت فارماسیفتی منم تا حاضر عقب نمانده ایستاده است. من داروخانه‌ام را کمتر از نو ساخته برای دسترس نمودن داروهای با نرخ‌های دسترس برای مزاجان در حدود کسلخانه ولایتی تا حاضرم داروخانه‌ام کار کرده ایستاده است. در شرکت ما همگی 25 نفر به کار مشغول هستند. از آن جمله 13 نفر در طربخانه، 9 نفر در سیخ تیارکنی در تریزه پلاستیکی و 3 نفر در داروخانه‌ای که در حدود طبابتخانه ولایتی جایگیر است. سال تا سال زندگی پیش رفته ایستاده است. ما هم کوشش میکنیم که به طرز زمانوی خدمت رسانی کنیم. انا همین سال طربخانه‌ام رو کمتر دیگر باز از نو ساخته، کمتر دیگر وای کردیم، تعمیر کردیم. نصیب باشد برای استحصال در و تریزه پلاستیکی با ماشین های زمانوی تامین نمویم. مینداری خیش رو به حکومت محلیمون کردنیم که در بسیار کارها و من رو دستگیری کردن برای اجرتگذاری، برای رونق دادن کارهای امین طربخانه به من بسیار کمک رسانیدن و در آینده من نیت دارم که باز هم نویگری و باز هم فعالیت خود رو وسیع کنم. در سمت خدمت رسانی به مردم همکنون در شهر خاروق و دیگر نواحی ولایت مختار کوهستان و بدخشان دیگر گونه‌های کلی به نظر می رسند.